انسان را سجده کردن میفرمود، من زنها را برای شوهرها سجده کردن میفرمیدم. تا اینقدر بزرگی دارد. اگر سجده کردن خدا اجازت میده، لیکن سجده کردن برای انسان به انسان کفر است. من سجد لبنی آدم فقط کفر گفت پیغمبر. کسی که آدم را سجده میکنند وی کافر میشود. من پیغمبر بزرگوار فاطمه مادر نگفتگی سخناش بس همین دخترها میرسانم. یک روز بینیم فاطمه مادر نو به حضرت علی حدیل مذاق میکنند. وقتی که حدیل مذاق میکنند یک کمی سر سختتر میزند، حضرت علی خفه میشود. 7 مراتب در اطرافش دور میزند، میگه زن جان راضی شو، مرد جان راضی شو، من خطا کردم. حضرت علی تبسم میکنند، من راضی هستم، لیکن طاقت نمیکند. حضرت فاطمه مادر گو پیغمبر اسلام بهترین دختر شو، شیرین ترین دختر شو. دوام میگه پیش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگه پدر جان یک گناه کردم. بچم چی کردی گناه؟ همین گناه همین که داماد شما علی خفه کردم. من گناه از خدا پرسید. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دست بالا نبرداشت. یگانه یک سخن کرده، گفتن که یا گفتن فاطمه علی راضی شد، گفتن علی راضی شد، علی راضی شد حاجتی از خدا پرسیدن نیست. یا که آگاه باشن که لو متی قبل رضای علی ولا تصلی جنازتکی، اگر علی خفا میکرد و میمردی من جنازت نمیخوندم. تو نگو که من دختر پیغمبر هستم. اگر گفت رسول الله کدام زنی که مثل بی مریم عبادت داشته باشه، مثل بی مریم، میدانی قصه اخلاق سوره مریم است. بی مریم زن صالحه بود که از مادر 100 مراتب افضل بود، که از جنت برای دسترخوان می اومد. اگر مثل همین گفت طاعت عبادت کند و شوهرش ناراضی باشد وای دوزخی است. تیار نبرد تو زن شده مفتخ اخلاقات بسیار بالا نمیبری.